درباره یعنی ویران کردن کعبه الله سبحانه و تعالی مخصوص یک سوره فیل است و نام علم تر کیف مشهور است در بین انشاءالله قوم. من قصه حکایه همیشه میگم خدا خواهد. این واقعه عیناً در زمانی مولود رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد شدنش رخ دادگی بود. پیش از راویان روایت میکنند در کتاب آسان البیان که پیش از 50 روزی مولود رسول الله صلی الله علیه و سلم این واقعه روی دادگی بود. در شهر انشاءالله خدا خواهد صنعان یعنی یک حاکم بود به نام ابرهة الاشرم، میگفتنش ابرهه، یعنی در تاریخ مشهور شدگی است. همین ابرهه وقتی که خانه کعبه را زیارتش تمام دنیا را فرا میگیرد، آیسته آیسته الحمدلله این خانه کعبه در بین قوم جمعیت دنیا که مشهور شدن میگیرد. ابرهه یعنی حسدش پیدا میشود و برای پیش این یعنی خانه کعبه را داشتن علاهده یک کلیسا بنا میکند مثل مسجد ما و شما و تمام مردم میدارد که تا اینکه به کعبه نروند و به زیارت همینجا بیایند. و این خبر میگه به شهر یمن میرسد. عرب ها یک عرب میگد میرود به همون شهری صنعا گفتگی شهر نشدگی است، میرود میگد میدراید نجاست تمام دیوالاش نمیشکد. قصه من میگم خدا خواهد دیوالاش نمیشکد و شب غایب میزند. وقتی که این خبر بیانی ابرهه میرسد، ابرهه اشرم قصد میکند که من میرم چیکار میکنم خانه کعبه را ویران میکنم انشاءالله خدا خواهد. و چندین لشکرها با فیلهای محمودی که فیل جنگی بود انشاءالله چیکار میکند یک جای انشاءالله خدا خواهد به نزدیک کعبه میآیند. وقتی که به شهر مکه در یک جا جمع میگیرند در راه میگد تمام یعنی مالهای ابو طالب میگیرند. ابو طالب بسیار انسانی خوش صفت بود، گوجه بود، انسانی با سیاست بود. وقتی که خبر میشنود حضرت یعنی ابو طالب پیش چی میرد؟ ابرهه میرود. ابرهه میگه در یک خدا خواهد انشاءالله گنبدچه شیشتگی بود، پیش میرود سلام میتید. ابرهه از جاش میخیزد چون که انسانی بسیار زیبا خوش قامت بود، قبولش میکند. میگه برای چی آمدی؟ میگه ای ابرهه میدانی؟ میگه ترجمه‌اش فیراد میکند. میگه سخنای با من تجربه کرده، یک تجربه میکند، ترجمه‌اش میگه. بعد میاد که من میگم مولا من میگه چندین شتر ما در راه گرفته ایم، من میخوام که همون شترهای من بیتی. ابراهیم میگه من از تو حوصله‌ام پیر شد، بجای که تو گویی که خانه کعبه را ویران نکن، اومده که فقط مولای منته و گفت خانه صاحب داره ایاد نبراده. این خانه هم صاحب داره، صاحبش الله سبحانه و تعالی است. گفت چی کاری میکنی؟ کردم بگیر، من وقت کارم نیست، یکی مولای منته. بعد مولاش میگیرد نزد میگد خانه کعبه، میاد قوما را میاد که عربا را همه تو بالای کبرای میگد اجازهش میتیم، رخصتش میتیم، مرحمت تا نه دست بیاید خانه کعبه را ویران کند. بعد میگد پیش نزد کعبه میراد دعا میکند، تذری میکند خداوندا میدانی که مقصد این ملعون میدانی، آمد برای خانه تو ویران کردن، میگه تو از ما راضی باش. گرچند الحمدلله ابو طالب ایمان آوردگی نیست، لیکن از خدا امید داشت. میگه این خانه را صاحبش خود هستی، من به خودت میسپارم، چی که بخوای همون چیز بکن. وقتی که میگه ابرهه با همون فیلای جنگیش نزد خانه کعبه میآیند، با هجوم سر میکنن، فیل میگه یک دو قدم میموند و سجده میکند. هرچند فیل میزنش نمی جنبد، طرف دیگه حیش کنند میرود، لیکن طرف کعبه نمیرود. در همین حالت بود. میگه الله سبحانه و تعالی یعنی مخصوص زاغچه ها خدا همین خیلی عملیات ریاکتیو نداره که عملیات دمش نگیره انشاءالله خدا خواهد. و فرشته ها هستند که در یک دقیقه امر فرمان خداش انشاءالله خدا خواهد بجا میارند. وقتی که میگه خدا امر میکند فرشته ها را، خدا خواهد به صورت زاغچه 3 دانه سنگ، یک تا در نولش، 2 تا در پچکش دارد. میآیند یک کعبه را زیارت میکنند. بعد میگن بالای هر یک کافر میگه چنان تیر می اندازن که با چنان شدت میومد که از سرز میزد، از پایش بومده خاک سر بشید. باره
خدا بیان میکنند الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آیا ندیدی ای محمد صلی الله علیه وسلم خداوند چی کار کرد با اصحاب فیل؟ این فیلای محمودی، فیلای جنگی داشتن، خواستن که خانه کعبه را ویران کنن. ندیدی تو محمد؟ خدا میگه چی معامله کرد؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل. آیا میگه نگردانید؟ میگه این مکراش زیانی خودش نگردوند؟ مکر کردن، گویا که اومده خانه کعبه را ویران میکنن. و ارسل علیهم طیرا ابابیل. میگه چیکار کرد؟ میگه خداوند فرسون، میگه بالا اینها چی آید؟ یک پرنده های قشتی ها را فرسوند که هر میزدن شو که به خاک یکسون میشدن. تمامی قوم و یعنی وی چیکار کردن؟ نیست. حتی ابرهه هم زدن. ابرهه به یک گریزی ها اومده در خانش رسید. میگه لیکن از هر زخمی که همون سنگشا زده شدگی بود، یعنی گیل لای پخته، من سجیل بودگی از لای پختگی شدگی بود. میگه یک برکت خانش نرسید. میگه اعضاش که پسیدن سر کرد، اعضاش جدا شده مرده برفت. ایاد نبرار کسی که انشاءالله خدا خواهد زیدی خدا کار میکنی، زیدی مساجد خدا، زیدی انشاءالله اسلام کار میکنی، عاقبت همینه. عاقبتت وایه. خدا فرصتت میته. امروز خدا خواهد امروز فرصت میته 10 سال و 20 سال خوش زندگی من که خوش میکنی، نکی در یک شب از پتی بینید میبلارد خسندیده. یک شب انده، یک ساعت انده. من یک منکری خدا را میدونم. منکری خدا چند سال زید اسلام کار کرد، چند سال، چند بارا ما را به پروکراتورها نویست، شکرها کرد در دوره های پیشتر. آخر عاقبت وای شد حالش، با یک خوری با یک زاری مرد برفت. حتی خدای گفتم کو من یک بیمار را دیدم. یک بیمار گفت داملا، گفت والله علم دروغ نشوه چند ماه شد گفت خوابم جمع ندیده. این خواب خودش یک راحته. تریمی مثلا تا میره میپرتوی مزه کرده خدا خود ده میگه خوابت نبره. چند ماه شد گفت داملا جان خواب نکی ویم یک گناه داشت. الله نگه دارد. الله دفتر جنایتی داره یاد نبرار. روزش میشه جنایت کتا کتا میکشید. این جای ترسش نیست. اگر توبه نکنی انشاءالله خدا خواهد کرگی کارات نه توبه نکنی، از خدا عذر نپرسی، خطایی کرگیت نه نپرسی، جزا مقرره در همین دنیا. چه که در بالا آیت گفت که سوره 173 ده و عذابهم فی هذه دنیا خزیون. همین دنیا نه خارج میکن منی مسجد محکم کناره، همین دنیا نه زید اسلام کار کنان داره. و فی الاخرت عذاب عظیم. ولی گفت در آخرت با عذاب بزرگ سخته. و همین برادری عزیزی من جانی خط نجاوز نکن. اندک خدا خواهد منصب گفته، اندک پول گفته، اندک دنیا گفته، اندک چیز گفته، ایمان از دست نده. این همش گذرنده است. اگر من انشاءالله 52 سال عمر شدم، 52 نمود منکرها را دیدم، همش کجا شد؟ عاقبت جای زیر زمینه. حف کردن، چی حرکت ها کردن، چی غیرت ها کردن، همش علا مثل اینا فیریبش کرد. در مکرش خودش خدا نیست و نابود کرد. به خدا نگه داره. نقشه هایی که میکشی ضد اسلام و ضد دین، عاقبت دعایه. خدا خواهد شب دیگه من ابو لحبی که عرب بود، خدا خواهد ملعون ابو لحب، خدا خواهد قصهش مثل هم قصه پرپر. این خدا خواهد جمعه ها این قصه بسیار زیبا است، قصه دراز خشلو است، لیکن برای که وقت کوتاه است، برای من شما کوتاه پرمضمون میگم که از این چیز فایده برین. شما را انشاءالله خدا خواهد کار اخته کردن. انشاءالله هیچ وقت باید داد گفتن تو بدین باید میکم دیگه حواره نشو. این دین گفتم که این نقشه که این خدا این کشیده دادگه، این هیچ کس در تا قیامت یگان کس این دیگر کن که نمیتونی حواره نشه. فقط قناتکات میسوزه، بالکات میسوزه، درنات میسوزه. خدا خواهد آخر با عذاب سخت‌ترین گرفتار میشه. خدا نگهبان تو باشد. همیشه در توبه باشیم، همیشه طرفدار دست نه چی نگو. خدا خواهد خدا خودش این شی مهم میکنه، محتاج من نیست. خدا خودش کفیلش گفتگی خدا خودش میگه میدونه. لیکن ما یک اندک خدمت میکنیم انشاءالله، اندک برای حمایت دین، برای حمایت قرآن اسلام کمتر سعی میکنیم. خلاص همین سعی مونده، الله انشاءالله مکافات میده. و آخر دعوانا